همداران السلام علیکم. 5 می سال 2025 می باشد. قرار دارند در ادرهای دهه چهارمین ورزاب و نوار پیشنهاد میکنم از زیره میدان زیره کاریدگی. امروز ما با آخر مرسونیم خیشاوی زیره ها رو، یک گروه کارگرها رو آوردیم 10 نفر در مدت 6 روز زیره رو توزه کردن از علف بیگانه و حاضر نشون میدیم که زیره شروع کرد به گلکنی. زیره اکنون بسیار آدما در کامنتار گفتن که کاری چی کردی؟ کاری به اخلانه کردی، این فایده ندارد، صرف مبلغ بسیار می شود و فایده نمی شود. خیلی کن همون نتیجه هم نتیجه نگر، اینم یک نتیجه است که میفهمیم که میشده زیره یا نمیشده است. این زیره ایرانی است، هر سال میکارید، این رو هر سال جمع میکنید و نبینید. من این میدان هم زیره هست، 1 هکتار تخمینا. من این طرفش خیشاوه نکرده مونده است، همین طرفش رو همین روز باید خیشاوه کنن، خیشاوه کرده تمام کنن همین روز، همین رو. بعد تقریبا بعد از 40 روز ممکن ما با درو کردنی زیره درویم. چی نتیجه میتید این زیره ما به شما نشون میتیم که کاش که این 400 کیلو تید و آدمایی که مرا دلم رو خنک کردن روز دلم گرم شود. از بعضی کامنتاری دلم خنک شد که هیچ کار نمیگیری، هیچ زیره نمیشود در این زمین ها، انا کاری بیفایده کردی. خیلی کن میبینیم فایده درست بیفایده است. من این گلوی لولو را هم میکنیم. خیلی همدیران عزیز، منم خیلی یک نوار است. من این جایی که مملکت از علف ریندک توزه کردیم، اینجاش علف دارد. حالا دیدید بسیار علف دارد. همینجا ما توزه میکنیم، زیره را از مابین علف جدا کرده میمونیم. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. آینده باز از این میدان زیره من به شما نوارها پیشنهاد میکنم.